به کانال پندستان خوش اومدید. داستان کوتاهی که قراره الان بشنوید مشکلی که برای یه هموطن به وجود اومده. ممنون میشیم اگر راهکار و نظری برای کمک بهشون دارین محترمانه برامون کامنت کنین. امیدوارم این تجربه برای هیچ کس اتفاق نیفته. من داستان رو از زبان خودشون تعریف میکنم. سلام، تو رو خدا به دادم برسید. دارم بیچاره میشم. شوهر من راننده ماشین سنگین بود. یه شب تو جاده تصادف بدی میکنه و 8 ماه تو کما بود. وقتی از کما در اومد آوردیمش خونه، ولی یه تیکه گوش بود. هیچ حرکتی نمیتونست بکنه، حتی نمیتونست حرف بزنه یا سرشو تکون بده. من تنهایی از پس پرستاریش بر نمی اومدم. یه دختر دارم که شوهر کرده. اونم نمیرسید بیاد کمک. تا اینکه براش پرستار گرفتیم، یه پسر جوون و هیکلی که بتونه شوهرمو تکون بده. چون شوهر خودم هم سنگین وزن بود، با اینکه کلی لاغر شده ولی هنوز سنگینه. روزا می اومد و شبا میرفت. تا اینکه یه شب که حال شوهرم خیلی بد بود، قرار شد پرستارش بمونه که اگه اتفاقی افتاد دست تنها نمونم. من خیلی خسته بودم. تو سالن خوابم برد. دمدمای صبح بود که دیدم یکی پتو کشید روم و آروم بوسم کرد. من خودمو زدم به خواب. انگاری نفهمیدم. ولی خب دلم خواست. 2 سال شوهر نداشتم. یواش یواش به هم نزدیک شدیم. اونم دیگه بیشتر شبا میموند پیشم و با هم رابطه برقرار میکردیم. وقتی صدامون بلند میشد، هر چی میگفتم آرومتر، پسره میگفت اون که نمیفهمه، بذار کیفمونو بکنیم. تا اینکه شوهرم روز به روز حالش بهتر شد. به خواست پزشکش میبردیمش فیزیوتراپی و گفتار درمانی و این چیزا. یه چند ماهی گذشت که دکتر گفت شوهرتون دیگه میتونه خودشو تکون بده و آروم هم میتونه حرف بزنه. رفتم پیشش که اشاره کرد نزدیکش بشم. گوشمو بردم نزدیک دهنش ببینم چی میگه که گفت جفتتونو میکشم، هرزه های کثافت. از اون روز من اصلا نزدیکش نمیشم. میترسم از روزی که بتونه رو پاش راه بره و یه بلایی سرمون بیاره. تو رو خدا بگید چی کار کنم؟ پسر پرستاره از وقتی فهمیده نیست و نابود شده. من موندم و شوهری که شاهد هر شب خیانتم بود. تو رو خدا قضاوتم نکنید. 2 سال شوهر نداشتم. شاید هر کی دیگه هم جای من بود همین کارو میکرد. لطفاً بگید چی کار کنم که بی خیال بشه.